شام اجرال شما کاش که آخر می شد، شام هجران شما کاش که آخر می شد، دیدن روی شما کاش میسر می شد. یا ابن الحسن امام زمان آقا جان، بین ما فاصله انداخته است، کاش با آمدنت فاصله ها سر می شد. یا ابن دلم میخواد امشب خالصانه امام زمان رو صدا بکنیم. حضرت نگاه میکنن، حضرت عنایت دارن. خود آقا امام زمان فرمودن شیعیان من، ما در هر لحظه به یاد شما هستیم. انا غیر مؤمنین لامرکم ولا ناسین لذکرکم. امام زمان به یاد من و شماست رفقا. امام زمان هر دم از ما یاد میکنه. ببینه این شیعه چه مشکلی داره، چه گرفتاری داره. امام زمان به قصه دل ما قصه میخوره. گبنر آقا جان طالب خون خدا متا ترانا و نراک یبن مصباح الهدا متا ترانا و نراک. آقا جان میزند تو را صدا از سر نیزه ها، هنوز سر از بدن جدا متا ترانا و نراک. یه جمله بگم امام زمان، ای کاش شود با تو کنم گریه سر قبر حسین، توی صحنه با صفاش متا ترانا و نراک. یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن. هدیه به پیشگاه قطب عالم امکان امام زمان صلواتی عنایت بفرمایید.
از قدیم الایام دشمن یک فکری در سرش بوده. اونایی که دشمنی داشتن با آقا رسول الله و آقا امیرالمومنین یه فکر غلطی در ذهنشون بوده و عبرت نمیگیرن، هرچی این نقشه رو فهم میکنن و میخوان ازش استفاده ببرن، برعکس به ضرر خودشون تموم میشه. فکر غلط اینا چیه؟ گمان غلط اینها چیه؟ اینا فکر میکنن که میتونن نوری رو که خدا روشن کرده خاموش بکنن. غلط فکر کردن. اگر خدا بخواد کاری رو انجام بده، زمین و زمان دست به دست هم بدن، نمیتونن مقابل خدا بایستن. کی میتونه مقابل خدا بایسته؟ سالیان سال فکر میکنن میتونن نور خدا رو خاموش کنن، نقشه کشیدن آقا رسول الله رو به شهادت برسونن. تو اون مسیر برگشت از حج بالاخره تونستن آقا رسول الله رو به شهادت برسونن به واسطه اون 2 نفر. اما تموم شد؟ اسم آقا رسول الله از میان رفت؟ نه. اسم آقا رسول الله تموم شد دیگه که اسم پیامبر را کسی نمیورد؟ نه. آقا امیرالمومنین رو به شهادت رسوندن، تموم نشد. موقعی که هجوم کردن بر بیت شریف حضرت زهرا سلام الله علیها، بالاتر از تهدید بوده. اگر اینا میخواستن تهدید بکنن خانه امیرالمومنین رو که اینطور نمی اومدن. در روایت هست که آقا اینا تا سقف خانه هیزم جمع آوری کردن و 40 نفر هیزم به دست و آتش به دست اومدن مقابل خانه امیرالمومنین. میخواستن خانه امیرالمومنین رو بسوزانن با اهلش، که به اون دومی ملعون گفتن که حضرت زهرا تو این خونه است. میدونی حضرت زهرا تو این خونه است؟ گفت باشه. میخواستن بیت حضرت زهرا رو آتش بزنن، چون تنها باقی مانده آقا رسول الله بودن. توی ذهن خودشون گفتن اگر اینها از بین برن دیگه حکومت از آن ما میشه. اومدن بیت مبارک حضرت زهرا رو آتش زدن. اما اگر خدا بخواهد کسی و مسیری در این جهان باقی بماند، میماند. اگر تمام عالم جمع بشن مقابل خدا بایستن، چیزی از قدرت خدا کم نمیشه. خدا میخواد مسیر اهل بیت باقی بمونه، هر کی میخواد تلاش بکنه. لذا اینا میخواستن با کشته شدن امام حسین علیه السلام دیگه بساط رو برچینن، تموم بشه قصه. اما کور خونده بودن. امام زین العابدین علیه السلام شد مبلغ کربلا. حضرت زینب سلام الله علیها شدن مبلغ کربلا. خطبه خوندن توی کوفه، خطبه خوندن توی مسجد شام، توی قصر یزید خطبه خوندن. تمام کارهای یزید رو برملا کردن. تو همین مسیری که از کربلا تا شام اومدن شده بودن حضرت زینب و اهل بیتش مبلغ کربلا. خدا میخواد نور امام حسین باقی بمانه، به وسیله امام سجاد زنده نگه میداره، به وسیله حضرت زینب. اونطور خطبه خوندن بی در کوفه و تمامی اونها رو برملا کردن. امام سجاد و اهل بیت وارد مسجد شام شدن. یک خطیبی رو یزید دستور داد که آقا برو بالا منبر رو سخنرانی بکن. اون خطیب هم رفت بالای منبر، هر چی از دهنش در اومد به اهل بیت گفت. هر چیزی که در لیاقت خودش بود به اهل بیت نسبت داد. شروع کرد توهین کردن و مدح یزید گفتن و مدح معاویه گفتن. یزید چنان است، شروع کرد مدح معاویه. گفتن آقا امام سجاد به اون خطیب گفتن ساکت باش ای خطیب، وای بر تو که به خاطر اینکه رضایت یزید رو به دست بیاری خشم خدا رو برمیانگیزی. یه کاری میکنی خدا خشمگین بشه.
برای اینکه یزید رو خوشحال بکنی خدا رو خشمگین میکنی. و از یزید آقا امام سجاد دقت بکنید، مطلب مهمیه. و از آقا امام سجاد علیه السلام از یزید درخواست کردن که آقا اجازه بده من برم بالای این چوب‌ها و سخنرانی کنم، بلکه خدا راضی بشه و این مردم بهشتی بشن. یزید اولش امتناع کرد، قبول نمی‌کرد. پسر یزید گفت خلاصه بابا بذاریم بره، یک مریضی بیش نیست. آقا امام سجاد انقدر تو این مسیر، خود حضرت من بیمار بودن اما تو این مسیر لاغرتر شده بودن، گفتن بابا این چی میخواد بگه، بذار بره بالا منبر، یه 2 دقیقه حرف میزنه تموم میشه میره، این بیماره، یه جوانه. یزید گفت نه، شما اینها رو نمیشناسی، اینها از اهل بیتی هستن که از کودکی کامشون رو با علم برمیدارن. یزید میشناسه اهل بیتو، میدونه با چه کسی داره مبارزه میکنه، شما اینها رو نمیشناسید. اگر امام سجاد بره بر فراز منبر دیگه آبرویی برای ما باقی نمیمونه، دیگه چیزی برای ما باقی نمیمونه. هر چی سوال قبول نکرد، مردم اصرار کردن تا به نتیجه قبول کرد. آقا امام زین العابدین بره منبر. حضرت آقا رفتن بر فراز منبر و شروع کردن سخنرانی کردن. ایها الناس اعطینا ستا و فضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحه والفصاحه والشجاعه والمحبه فی قلوب المؤمنین. آی مردم بدونید که خدا به ما 6 چیز عنایت کرد، 6 فضیلت به ما عنایت کرد. اولیش خدا به ما علم داد. خدا به ما علم داد. یه وقتی فکر نکنیم امامت همینطوریه. اون عامه که فکر میکنن که آقا امامت به صورت انتخابیه، جمع شیم دور هم پوریاپوچ کنیم ببینیم کی امام بشه. اینطور نیست. امامت باید از خدا تعیین بشه. امامت باید علم داشته باشه، نه هر کس و ناکسی، نه هر کسی که بت پرست بوده، نه هر کسی که شرابخور بوده، نه هر کسی که معلوم نیست پدرش کی بوده بیاد امام بشه. اعطینا العلم، خدا به ما علم داده. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن لو شئت لاوقرت 70 بعیرا من تفسیر باب بسم الله الرحمن الرحیم. من علی اگر بخوام 70 بار شتر، چقدر مطالب جمع میشه رو 70 شتر، من علی اگر بخوام تفسیر باب بسم الله الرحمن الرحیم رو بنویسم 70 شتر میشه. علم لدنی دارن از خدا. آقا امیرالمؤمنین بودن که فرمودن سلونی قبل ان تفقدونی، از من بپرسید تا زمانی که در میان شما هستم. خلفای اونها در یه نقل تاریخی هست که 12 سال طول کشید تا سوره بقره رو یاد بگیره. اون وقت این میخواد بشه امام. یزید چه گمان کردی؟ فکر کردی هر کسی میتونه بیاد بشه خلیفه مسلمین، بیاد امام بشه، شراب بخوره، میمون بازی بکنه، هر فسق و فجوری میخواد انجام بده بیاد بگه من خلیفه مسلمینم؟ یزید اینطور نیست. جمعنا بخونید خطبه امام سجاد رو، چقدر زیبا سخن فرمودن آقا، چه شعرها که برای این خطبه نوشته نشده. اعطینا العلم. یه سری از علما حساب کرده بودن این که توی 12 سال طول کشید تا سوره بقره را یاد گرفت، تو 250 سال باید به این آقا قرآن یاد میدادیم. این میخواد بشه امام. سلونی قبل ان تفقدونی. امیرالمؤمنینه. چه اخبار غیبی فرمودن حضرت. یه وقتی یه نفر اومده بود راجع به اسلام تحقیق کنه، راجع به خدا تحقیق کنه، ببینه مسلمان‌ها راجع به خدا چی میگن. اومد پیش اولین سوال کرد آقا خدا کجاست؟ خدا کجاست؟
اولی هم بهش گفت که خدا توی آسمونه. اینم خوشحال. جدی بگی خدا تو آسمونه؟ خب منم هر چی دلم بخواد تو اینجا انجام میدم دیگه. اگر تو آسمونه روی زمین نیست، من هر کاری دلم میخواد انجام میدم، پس آزادم دیگه. اون شخص رو آوردن پیش امیرالمؤمنین، همین سوال رو پرسید. حضرت بهش فرمودن سوال تو غلطه، یعنی چی خدا کجاست؟ حضرت دستور دادن یک آتیشی پهن کردن، یک آتیشی آوردن، یک شعله‌ای به پا کردن و به اون شخص گفتن که آقا تو من بگو این صورت آتیش کجاست؟ تعجب کرد. آقا صورت آتیش یعنی چی دیگه؟ بگو ببینم مقابل آتش کجاست؟ آقا جان تمامی این صورت آتیشه، تمام این آتش صورت آتیشه. ما نمیتونیم بگیم این مقابل آتیشه، این پشت آتیشه، این سمت راست آتیشه. آقا امیرالمؤمنین برای اینکه تقریب به ذهن بشه این مثال رو زدن و فرمودن کذالک ربک. خدا همینطوره. مگه میشه خدا جا داشته باشه؟ مگر میشود خدا مکان داشته باشه؟ خدا هم همینطوره، همه جا هست، در همه جا احاطه دارد. اینطور آقا امیرالمؤمنین اون شخص رو آگاه کردن. اعطینا العلم. آقا امیرالمؤمنین فرمودن سلونی عن طرق السما فانی اعلم بها من طرق الارض. از راههای آسمون از من بپرسید. آسمان هم راه داره، آسمان هم طریق داره. از آسمان ها از من بپرسید که من آگاه ترم به راههای آسمان از راههای زمین. عالم باید باشه، امام باید عالم باشه، باید آگاه باشه. بدونیم امام باید چه شخصی باشه. یه وقتی دومی از توی کوچه ها رد میشد، یا با داره یه جایی صدای ساز و آواز میاد، شروع کرد از دیوار بالا رفتن. حالا چطوری چه شکلی دارن تجربه شو داشته، این کاره بوده. شروع کرد از دیوار بالا رفت. بله بساطی بهنه، ساز و آواز و یه مرد با چند تا زن رفت بالای دیوار. گفت چیکار میکنی؟ حرامه. اون شخص یه نگاهی بهش کرد، گفت که اگر من یک گناه انجام دادم تو چند گناه انجام دادی؟ برای چی از دیوار مردم میری بالا؟ مگه در نداره؟ مگر نشنیدیم که آقا رسول الله فرمودن که از در منازل وارد بشید، نه از بالای دیوار؟ این یک. دوم اینکه تو به ناموس من نگاه کردی، به نامحرم نگاه کردی. تو چند تا گناه انجام دادی؟ من یک گناه انجام دادم، اونم ساز و آواز رو انداختم، اینام همه همسران من هستن. تو چرا چند تا گناه انجام دادی؟ از همون بالا اومد پایین که خودش گفت که پیرزنهای شهر از من آگاه ترن، پیرزنهای شهر از من عالم ترن. اینا میخواستن مردم رو هدایت بکنن، ببرن سمت بهشت. این اولی دومی اینطوری میخواستن هدایت بکنن. اعطینا العلم. مردم بدونید به ما اهل بیت خدا علم رو عطا کرده، خدا به ما علم داده. اولیش العلم. خطبه خیلی مفصله، اگر بخوایم خطبه امام سجاد رو راجع بهش صحبت کنیم شاید سالها طول بکشه و سالها باید جلسه بذاریم تا خطبه امام سجاد رو شرح بدیم. اعطینا العلم والحلم. خدا به ما حلم داده. امام باید حلم داشته باشه، امام باید صبر داشته باشه، امام باید تحمل مصائب داشته باشه. تحمل داشت امیرالمؤمنین که اینقدر مصیبت بر سر آقا اومد، آقا صبر میکردن، در کوچه وای میسادن، امیرالمؤمنین رو دشنام میدادن. پهلوان عرب بود آقا، خیبر شکن بود، با عمرو بن عبدوبر مبارزه کرده بود، قتال العرب بود. اما یک لحظه نمی اومدن عکس العمل نشون بدن یا اون شخص رو کتکش بزنن. دشنام داده به امیرالمؤمنین. این یعنی حلم.
اما برید تاریخ بقیه رو بخونید، برید تاریخ خلفا رو بخونید که اینا چقدر صبر داشتن، اینا چقدر تحمل داشتن، حلم داشتن. اومد مقابل امام باقر علیه السلام، معنای باقر یعنی شکافنده علوم. شکافنده چرا به بقر، به گاو میگن بقر؟ چون که در اون زمان با گاو شخم میزدن، میگن بهش بقره. باقر یعنی شکافنده علوم، یعنی انقدر در علوم تخصص دارن که به آقا میگفتن باقر. اومد مقابل امام باقر ایستاد و گفت که انت بقر، العیاذ بالله. آقا امام باقر با صبر و شکیبایی فرمودن انا باقر. نه من باقر هستم. اینطور شکیبایی کردن. اعطینا العلم والحلم والسماحه. سماحه یعنی بخشندگی. اهل بیت تمامیشون کرم دارن و بخشش دارن و جود دارن. چه کرمی از این بالاتر که در میدان جنگ امیرالمؤمنین مشغول مبارزه است. دشمن از امیرالمؤمنین درخواست میکنه که آقا من از شما میخوام که شمشیرت رو به من هدیه بدی. آقا امیرالمؤمنین عطا میکنن شمشیرت رو در وسط جنگ عطا میکنن. اهل بیت تمامشون اهل کرم بودن. والفصاحه اعطینا العلم والحلم والسماحه والفصاحه. خدای متعال به ما بلاغت داده، ما طوری صحبت میکنیم که مردم جذب میشن. آقا خیلی زیبا سخن میگفتن. ببینید تا الانه که بر نهج البلاغه آقا فرمایشات امیرالمؤمنین چندین شرح زده. نشی ابن ابوالحدید که سنیه شرح زده. اینقدر کلام آقا. امیرالمؤمنین خطبه دارن بدون الف، خطبه دارن بدون نقطه. کی میتونه همچین کاری بکنه؟ تمامی اهل بیت فصاحت دارن. لذا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که در کوفه سخنرانی کردن، همه با تعجب میگفتن که نکنه امیرالمؤمنین زنده شده. دختر امیرالمؤمنین فصاحت داره، به زیبایی سخن میگوید. العلم والحلم والسماحه والفصاحه والشجاعه. شجاعت رو خدا به ما عنایت کرده. اهل بیت شجاع بودن، اهل بیت نترس بودن. لذا اینایی که بعضی موقع چه در زمان اهل بیت چه در زمان الان بعضی موقع بلند میشه ادعای امامت میکنه که آقا من امام کیه هستم. در زمان یکی از معصومین یه نفر ادعای امامت کرده بود. آقا بهش فرمودن اگر امام باشه درندگان با امام کاری ندارن، ببرینش مقابل یک شیری. تحصیل نمیرفت. امام به امام شجاعت عنایت کردن. شجاع امام. ببینید امیرالمؤمنین کجای تاریخ هست کسی مثل امیرالمؤمنین زره آقا پشت نداشته باشه؟ آقا امیرالمؤمنین کما این که حضرت زهرا توی خطبه مبارکشون دارن حضرت در قلب دشمن میرفتن و میجنگیدن. این شجاعت امیرالمؤمنین در تمامی اهل بیت هم این شجاعت بود و در رگ و ریشه بچه های اهل بیت بود. شما ببینید رفقا، حضرت قاسم چند سالشه؟ 13 سالشه. آقا چطور با شجاعت میان و به میدان جنگ میرن و از آقا اذن جنگ میگیرن؟ عبدالله ابن الحسن 11 سالشه. اهل بیت شجاعن. مقابل 3000 لشکر عبدالله دستش رو از دست عمه جانش حضرت زینب جدا میکنه و میگه من نمیگذارم ابی عبدالله رو به شهادت برسونن. 11 سالشه. شجاعت دارن. مثل دشمنان امیرالمؤمنین نیستن که وقتی امیرالمؤمنین در جنگ به اونها نزدیک شد برهنه شدن. همونطوری که بچه از مادرش
متولد میشه، برهنه شد مقابل امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین دست از کشتن اون برداره. و حضرت هم اومدن تو جنگیدن، اون شخص اون کارو کرد، دست ازش برداشتن. امیرالمؤمنین نوجوان بودن که مقابل عمرو بن عبدود ایستادن. وقتی امیرالمؤمنین اومد مقابل عمرو بن عبدود ایستاد، یه نگاه کرد، همین یه جوان 10 ساله، نوجوان 10 ساله، چی؟ من با این شخص بجنگم در شأن من نیست. که اونطور حضرت مبارزه کردن. والمحبت فی قلوب المؤمنین. یزید چجوری میتونی بر دل مردم سلطه پیدا بکنی؟ چجوری میتونی بر مردم سلطه پیدا بکنی؟ خدا محبت ما اهل بیت رو در قلب مؤمنین قرار داده. تو میخوای پول بده، تو میخوای هر کاری بکن که مردم جذب تو بشن، نمیشه. یزید محبت ما در قلوب مؤمنینه. لذا میبینید میثم تمار کشته میشه، اما دست از محبت امیرالمؤمنین بر نمیداره. یکی از شیعیان آقا دستشون رو به خاطر دزدی، کما اینکه خودشون اعتراف کردن، 3 مرتبه اعتراف کرد، امیرالمؤمنین دست شخص رو قطع کرده، اومده تو کوچه ها با انگشت بریده انگشتاش رو در دست راستش قرار داده و شروع میکنه مدح امیرالمؤمنین توی کوچه ها گفتن. یکی از خوارج تعجب میکنه، میگه علی دست تو رو قطع کرده و تو مدح امیرالمؤمنین میگی. شروع کرد دوباره مدح امیرالمؤمنین گفتن. آقا امام حسن این جریان رو برای پدرشون توضیح میدن. ای پدر جان، این شخصی رو که شما دستش رو قطع کردی شروع کرده در کوچه ها مدح شما رو گفتن. آقا دستور دادن، گفتن حسن جان برو اون شخص رو صدا بزن. وقتی که اون شخص اومدن انگشتاش رو به دستشون چسباندن، کما اینکه مثل روز اولش شده شد. مثل روز اول دستان اون شخص برگشت. محبت اهل بیت توی قلوب مؤمنین هست. چه وقتی آقا امام سجاد این طور خطبه خوندن برای مردم شام، وقتی که معاویه 40 سال کار کرده بود روی مردم شام و مردم شام 40 سال لعن امیرالمؤمنین میگفتن روی منبر. معاویه 400 خطیب پرورش داده بود که روی منابر لعن امیرالمؤمنین بگن. بچه به دنیا می اومد با لعن امیرالمؤمنین، پیر میشد با لعن امیرالمؤمنین. 40 سال تو این شام. یه وقتی سخنرانی روی منبر اومد سخنرانی کرد و رفت توی شام، برگشت توی راه یادش افتاد عجب، من لعن امیرالمؤمنین نگفتم، همونجا مسجدی بنا کرد به نام مسجد اللعن. چون که یادش رفته بود که امیرالمؤمنین را لعن بگه، مسجد بنا کرد به نام مسجد اللعن. اینطور 40 سال معاویه کار کرده بود. توی چه شهری؟ تو شهری که پر شده بود از بغض امیرالمؤمنین، پر شده بود از عداوت به اهل بیت. ببینید توی چه شهری امام سجاد رو وارد کردن. چرا اجازه گرفتن که آقا صبر کنید این اهل بیت رو پشت دروازه های شام قرار بدید تا ما شهر رو آذین ببندیم؟ انقدر سریع اهل بیت رو از کوفه تا شام حرکت دادن که اینا فرصت نکردن آذین بندی کنن، چراغانی بکنن. اون بچه‌ای که بغض با بغض امیرالمؤمنین بزرگ شده بود تو این 40 ساله، حالا بزرگ شده، حالا شروع کرده سنگ جمع کردن، حالا شروع کرده آتش جمع کردن. رو سر کی میخواد بریزه؟ رو سر کی میخواد بریزه؟ چند تا مرد بودن اونجا، تمام زن و بچه اونجا بودن. این سنگ ها رو میخواستن به زینب کبرا بزنن، این سنگ ها رو میخواستن به نازنانه ابی عبدالله بیبی رقیه بزنن.
با این بغض شروع کردن تا اهل بیت رو به شام وارد کردن. چطور جسارت کردن؟ شروع کردن مسخره کردن اهل بیت رو، شروع کردن سنگ زدن، یک عده خاکستر بر سر اهل بیت میریختن، یک عده آتش میزدن، آتش پرت میکردن. توی نقلی از امام سجاد زین العابدین همینطور که امام سجاد وارد شام شدن دیگه همه جور جسارت میکردن، همه جور توهین میکردن. چند نفر با بغض امیرالمومنین بزرگ شدن. معاویه به بچه ها بچه گوسفند میداد، وقتی این یک ذره پایین بچه انس میگرفت اون گوسفند رو سر میبرید و میگفت علی کرده این کار رو. حالا اون بچه بزرگ شده. با یک حالتی اهل بیت رو وارد شام کردن. آی شیعیان امیرالمومنین چه بر سر اهل بیت توی شام آوردن که امام معصوم فرمودن ای کاش من از مادر نزاییده شده بودم، ای کاش مادر من رو به دنیا نیاورده بود. این کلام از فرد معمولی نیست، از شخص معمولی نیست، از امام معصومه. از آقا امام سجاد پرسیدن آقا جان تو این مسیر کربلا تا شام کجا به شما سخت گذشت؟ فرمودن از شام، از شام، از شام. شام بود که ما رو اذیت و آزار دادن. شام بود که بیبی حضرت زینب جسارت کردن. یه وقتی از امام زین العابدین پرسیدن آقا جان مگر شهادت برای شما اهل بیت یک امر عادی نیست؟ آقا امام سجاد فرمودن چرا؟ شهادت از عادت ما اهل بیته، برای ما فرقی نمیکنه. ما دوست داریم در راه خدا کشته بشیم، اما اسارت زن و بچه‌مون چی میشه؟ اسارت زن و بچه‌مون که برای ما معمولی نیست. لذا بیبی زینب کبرا